آمدیم دوستان جزیره. اینجا دا با نیمی بلاگرها اینجا دا اینا مجموعه ورزشی اینجا دا یک جای مدره میبینیم چی. اوه سلام علیکم. اینجا مجموعه ورزشی نه یک جای مدره میبینیم چی. زنده باش اکا. جای خوب داده اینه دیدین. بهترین جایی جایی تا باشه. سلام علیکم. نه سلام علیکم. خوب هستی؟ من کاپیتان خوب هستی؟ تیم هستی کارو چطور دوست جان؟ کاملا تفتیش کار برو خوبه. تو فرمایید. اینجا دک مسابقه شو رفته سابقه کو. بهترین مسابقه رفته سابقه اینجا. نه مردم خواهم سرجان. شروع اینجا فوتسالا هم باتی کنیم. فوتسالا مسابقه دارایی هم. این کار سر شده دیگه بچه. مرایی هم. استاد نشان داده که چیکار. سلام علیکم. کجا بچه تو اینجا های برای کلاه داری. تو را رفته است اینجا. اینجا 4 جا ده. اینه 1 جا، اینه 2 جا، اینه 3 جا. اونو 4مه. Uzbekistan. سلام علیکم. سلام علیکم. دوستم خوب هستید؟ اینجا چی که پیام بر بگو ما بفهمیم. اینجا کجا مسابقه جمهوریه اوید و صنعتی موضوع مختلفانی نوازنده. بین نوازنده. کودکان که مسابقه جمهوریه یکا. بهترین. زنده باش. سلام باشید. Barcelona'daki Cumhuriyet Memnunluğu düşmanlardan konuşmalarındaki mantoyu ufalıyor. Barcelona'daki söylediği Cumhuriyet Memnunluğu. Bu asosatın olsun iskola bulunmuyor ki büyük yan karsak üzere bazı arzuları asosatın bulunduğu çok güzel olsun. Yan karsakı çocukluğu. زنده باشید. سفارت اسلامی جمهوری ایران روز فردوسی را در تاجیکستان قید کرده است. یک جای می‌دونید. بویژه از پژوهشگاه زبان تاجیکی فارسی دوشنبه
سپاسگزاری میکنم از سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه. تشکر میکنم و امیدوارم همکاری‌های علمی و ادبی بین ایران و تاجیکستان روزافزون باشد. ممنونم. به نام خداوند جان و خرد که از این برترم می شود نگذرد. سلام آقا جان. سلام. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. بذار آقا ما در لباس که در آمده لباس نقالان کسانی که نقل زیاد میکنند درباره داستانهای شاهنامه شهر به شهر کوچه به کوچه میرفتند و برای فردوسی بزرگ چکامه خانی میکردند. احسن. ببینید رستم یا سهراب گذاشتن یا کاووس گذاشتن تقریبا عادیه، چون رستم تو سراسر شاهنامه هست. یعنی هر کس دو تا داستان از شاهنامه خونده باشه اسم رستم رو شنیده، ولی فرود یک بار اومده داخل شاهنامه، تو یک داستان هست اسم بچه‌شو گذاشته فرود. برای چی؟ نشان دهنده آشنایی عمیق و گسترده است با شاهنامه. چرا اینجوریه؟ به نظرم اولین علت این روح ملیه که در شاهنامه موج میزنه. شما هر جایی از شاهنامه رو باز کنید روح ملی در شاهنامه موج میزنه. وقتی که سیاوش به توران پناهنده میشه و مردم به استقبالش میان گریه‌اش میگیره بر اساس روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی. از ایران دلش یاد کرد و بسوخت به کردار آتش همی برفروخت. این یادآوری ایران اون رو به گریه میندازه، دلش آتیش میزنه. ببینید بهرام چوبینه علیه پادشاه وقت قیام میکنه، علیه هرمز و ابوالقاسم فردوسی. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. ایره بروی جای نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. این برادرها امروز در سفارت ایران بودیم. راستی گربانه خیلی شد. اینو دیدین؟ این نشان. هدیه ما، تحفه ما در سفارت ایران. زنده باشید مردمی هم زبان، هم خون، آریایی، همه وقت سربلند و خاناباد باشید. درود بر همه شما. زنده و سربلند باشید.